یکی از راه‌هایی که به چشمه زیرزمینی سبزاب راه داره از این راهه که بعد از طی یک مسافت تقریبا 1-2 کیلومتری به غاری میرسیم که چشمه سبزاب البته به نام چشمه سبزاب مشهوره، ولیکن یک رودخانه بسیار عظیمی است که صدها کیلومتر از بیخ غارهای کوهستان‌های زاگرس عبور میکنه و در همین نقطه از غار بزرگی خارج میشه و به کارون میریزه. اینجا یکی از راه‌های دسترسی به این غار زیرزمینی است که بخش گسترده و عظیمی رو به طول صدها کیلومتر از زیر شهرستان اندیکا عبور میکنه و چشمه مشهور به سبزاب در میان این غار جاری هست و چند صد متر جلوتر از غار دیگه ای عبور میکنه و وارد رودخانه عظیم کارون میشه. عمق این غار و زلالی آب رو تا عمق بیش از 30 متری اون که پیدا هست. اینجا دهانه خروجی چشمه سبزاب هست که همونطور که مشاهده میکنید این دهانه غاری هست که چشمه سبزاب بعد از طی صدها کیلومتر از بیخ رشته کوههای زاگرس در گرمسیر بختیاری در شهرستان اندیکا از همین نقطه با عمقی در اینجا نزدیک به 10 متر از این غار خارج میشه و وارد به رود عظیم و خروشان کارون میشه. اینجا غار خروجی چشمه سبزاب هست و آخرین محل سفر تاریخی و گذر صدها کیلومتری سبزاب از غارهای عمیق و عظیم زیر شهرستان اندیکا و رشته کوههای گرمسیر بختیاری